سلام، من سارا هستم. سلام، منم سمیه هستم. قبل از اینکه بریم اپیزود دوم از سری مجموعه های اسکین فکس رو شروع بکنیم، شما این ویدیو رو ببینید. این ویدیو با عنوان خارج کردن پیگمنت و رنگدانه و آلودگی های پوست اومده بیرون. سم‌زدایی از پوست، بیرون آوردن رنگدانه. اینا اصطلاحات عامیانه‌ای هستن که خصوصاً افرادی که درگیر عارضه لک هستن رو تحت تاثیر قرار میده و براشون جذابه. خیلی جذابه به خاطر اینکه طیف وسیعی از افراد با مشکل موزل لک دست و پنجه نرم میکنن. به خاطر همین یکی از موضوعات پرچالشه دقیقاً حوزه کاری ماست. حالا قرار ما هم تو این اپیزود بررسی کنیم ببینیم اصلا از لحاظ علمی امکان پذیره که بشه لک رو از پوست بیرون کشید یا نه. خب اول از همه باید بدونیم که مسئول ایجاد لک توی پوست ما رنگدانه‌ای هست به اسم ملانین که احتمالاً خیلیاتون اسمش رو شنیدین. ملانین تو بدن ما به 3 دسته تقسیم میشه: یو ملانین، فئو ملانین و نور ملانین. ما با سومیه که کاری نداریم چون یک ملانینی هست که توی مغزه و هنوز عملکردش مشخص نیست. اما یو ملانین و فئو ملانین توی پوست ما وجود داره. حالا تفاوتشون چیه؟ خب یو ملانین و فئو ملانین از نظر توناژ رنگی با هم متفاوت هستند و به همون نسبت که توناژ رنگش متفاوته محافظتشون از پوست هم متفاوته. تو صحبتام گفتم پس کار اصلی یو ملانین و فئو ملانین قرار محافظت از پوست باشه، با این تفاوت که یو ملانین توناژ رنگی مشکی قهوه‌ای داره، پررنگ‌تره، محافظتش هم بیشتره به خاطر اینکه میتونه جاذب مقدار بیشتری از اشعه خورشید باشه. فئو ملانین توناژ رنگی قرمز و نارنجی داره ولی به همون نسبت جذب اشعه‌اش هم کمتره، پس محافظتش هم کمتره. توی موضوع اختلالات رنگدانه‌ای ما باید ببینیم که اصلا ما با چه مدل لکی مواجهیم، این لک اصلا چیه، از کجا اومده، پروسش رو بشناسیم، تازه بریم سراغ درمان. زمانی که رفتیم سراغ درمان ببینیم با این ویدیوهایی که میبینیم و با این تکنیکایی که به اصطلاح خودشون تکنیکای جدید ضد لکه، این مسائل اصلا با علم و عقل و منطق جور در میاد یا نه. اختلالات رنگدانه‌ای که ما داریم در چند حالت مختلف امکان داره وجود داشته باشه. یه حالت زمانیه که ما اصلا پوستمون رنگدانه سازی نداره، بهش میگیم دپیگمنتیشن. مشابهش توی بیماری ویتیلگو هست. حالت دوم زمانیه که پوست ما رنگدانه داره ولی مقدار رنگدانش، تعداد رنگدانش نسبت به حالت عادی کمتره که بهش میگیم هایپوپیگمنتیشن. هایپو به معنی پایین هست. مشابه این وضعیت رو ما در بیماری زالی داریم. و حالت سوم یا هایپرپیگمنتیشن حالتی هستش که رنگدانه های ما از حالت استاندارد بیشترن. ماها بیشتر به این مدل لک میگیم لک واقعا. لک های هایپرپیگمنتیشن پس لک هایی هستن که تعداد رنگدانه درشون بیشتره. پس شما لک ها رو تیره تر از رنگ حالت عادی پوست میبینید. چند تا مدل مختلف داره ولی معروف ترینش بین ماها حتی بین افراد عادی لک جای جوش و لک ملاسما هست. به لک جای جوش میگیم پیایج. پیایج طیف وسیع از لک ها رو در بر میگیره، نه فقط لک جای جوش. هر زمانی که پوست ما التهابی رو تجربه بکنه و جای اون التهاب به لک تبدیل بشه اسمش میشه لک پیایج. لک ملاسما لک هورمونیمون هست و در کنار این دو مدل لک ما لک های آفتاب و لک های ککومک رو هم داریم. خب حالا اصلا ما باید بدونیم که ماهیت لکی که ایجاد شده اصلا چی هست. یعنی لکی که ما توی صورتمون ایجاد شده در اثر تغییر تعداد رنگدانه ها بوده، در اثر تغییر سایز ملانوسیتمون بوده، در اثر تغییر تعداد ملانوسیت بوده. اتفاقا سارا جون یه تحقیق جالبی انجام شده که نشون میده تعداد ملانوسیت ها میتونه بعد از 12 روز افزایش پیدا بکنه. یعنی حالا جدا از این که
سایز ملانوسیت ممکنه بزرگ شه، ممکنه ملانین سازیش افزایش پیدا بکنه، ممکنه تعداد خود ملانوسیت های ما هم افزایش پیدا بکنه و همین عامل باعث ایجاد لک در پوست ما بشه. دنیای لک دنیای خیلی بزرگ و گسترده‌ایه. سوای اینکه منشأ اصلی اون لک چیه، هورمون، مواجهه با آفتاب، ژنتیک یا غیره، ما مدل‌های مختلفی رو امکان داره توی لک داشته باشیم. دقیقاً همطور که گفتی امکان داره رنگدانه من تعدادش زیاد بشه، امکان داره ساخت تعداد رنگدانه نباشه که باعث ایجاد اون لک میشه، بلکه سایز خود ملانوسیت باشه، دندریت دار شدنش یا افزایش تعداد دندریتاش باشه یا حتی افزایش تعداد ملانوسیت ها. همه اینها میتونه مؤثر باشه و به همون نسبت میتونه درمان رو متفاوت و متغیر بکنه. تو بعضی از لک ها ما فقط رنگدانه سازی تو پوستمون افزایش پیدا کرده، درمان راحت‌تر اتفاق میفته. تو بعضی از لک ها تعداد ملانوسیت افزایش پیدا کرده که کار خیلی سخته. دقیقاً. حالا یه چیز جالب، این که مواجهه با نور خورشید وقتی تو پوست ما لک ایجاد میکنه، ما دو نوع لک داریم. یکیش اصلا لک نیست، یعنی به صورت کاذب ما فکر میکنیم که پوستمون لک آورده که کلا این 24 ساعت طول میکشه. یعنی وقتی UVA که نور خورشیدی هست که بیشتر مسئول پیری هستش زیاد میشه، منجر به جمع شدن ملانین ها میشه برای اینکه میخوان از پوست ما محافظت بکنن. به همین خاطر ما فکر میکنیم پوستمون تیره تر شده، اما این تیرگی ماندگار نیست، موقته. درسته. ولی وقتی UVB که همون مسئول سوختگی پوست ما هست به پوست ما برخورد میکنه، باعث ایجاد لک هایی میشه که در نتیجه درمان ممکنه حالا به درمانی که ما انجام میدیم جواب بده یا نده. یه جورایی انگار UVA رنگدانه سازی رو بالا نمیبره، میاد چینش رنگدانه ها رو تغییر میده به صورت سطحی. درسته؟ بله درسته. ولی UVB میتونه واقعا تعداد رنگدانه ها رو تعدادش رو بالا ببره. دقیقاً. بریم سراغ درمان. به نظرم بریم یکم راجع به درمان صحبت کنیم. آره. قبل از اینکه بریم سراغ درمان لک، من یه سوال دارم ازتون. با توجه به صحبت‌هایی که کردیم، به نظرتون پیگمنت ها، رنگدانه‌های پوستی ما مثل جوهر مایع هستن که من بخوام از پوست بیرون بکشمشون؟ خب قاعدتا نه دیگه. یعنی اصلا واقعا علت این که خون ما مایع هست به خاطر اینه که ماهیتاً مایع است، یعنی به خاطر وجود آب هستش. اما ماهیت لک، آیا لک مایع هستش که بخواد جریان پیدا بکنه و از پوست خارج بشه؟ حتی از این هم گذشته. ببین ما پوستمون از میلیون ها سلول کنار هم تشکیل شده و این سلول انقدر کوچیکه که ما با چشم غیر مسلح نمیتونیم ببینیمش. حالا شما فکر کن یه سلول انقدر کوچک داخلش پیگمنت و رنگدانه هست. یعنی تصور بکن که این رنگدانه ها چقدر کوچکتر از سایز طبیعی خود سلوله. بعد اون اصلا چیزیه که چشم من و شما بخواد ببینه. اگر ما لک رو میبینیم به خاطر تجمیع رنگدانه ها کنار هم و به خاطر بازتاب نوره، نه به خاطر اینکه مثل یک جوهر رنگ داره. فردا یه سری میگن دستگاه گوجیشو کشیدیم بیرون. بعید نیست. مثلا داره RF میکنه دوستای عزیزم، ما داریم میتوکندری رو میبینیم که تحت تاثیر عاطفه ها دارن. آره دقیقاً. متاسفانه. بریم سراغ درمان. ولی باشه بریم. خب من بگم شما میگی؟ شما بگو. اگر میخوایم یه لکی رو درمان بکنیم، حالا سوای این که باید بدونیم این نوع لک چیه، علتش چی بوده، چیزی که خیلی پیشاگهی درمان رو میتونه متفاوت بکنه عمق لک هست. یعنی اون درمال یا اپیدرمال بودن لک ما هست. لک ما خب طبعا هر چی سطحی تر باشه به خاطر پروسه پوست ریزی که در توی اپیدرم داریم خوشبین تر هستیم به درمان. ولی متاسفانه لایه درم هم لایه عمیق تریه، یعنی دسترسی بهش سخت‌تره، هم به خاطر اینکه یه فضای، من اصطلاحاً میگم سوپ، یه فضای سوپ ماننده، جمع‌آوری تمام پیگمنت هایی که توی این فضا پخش شدن واقعا کار سختیه. اما به صورت کلی ما اگر بخوایم یک لکی رو درمان بکنیم، بهتر از چند گروه ترکیبات مختلف در محصولاتمون استفاده بکنیم. دارم میگم در محصولاتمون. پس نه کار یه اکتیو درمان لک، نه کار یه محصوله. خیلی وقتا به ما پیام میدن چه هنرجوها چه خود مراجعا
که مثلا بهترین محصول ضد لک چیه من تهیه کنم. دقیقاً. این سوال واقعا منو یه چند ساعتی به فکر فرو میبره. ببین این سوال یعنی شما راجع به درمان لک اطلاعات کافی که باید داشته باشه رو ندارید متاسفانه. توی لک من باید 4 تا گروه ترکیب مختلف داشته باشم. من باید یا تعداد در اصل رنگدانه ها رو مهار بکنم که خب تقریبا برای ما غیر ممکن، اینو که نداریم. یا باید تبدیل تیروزین به ملانین رو مهار بکنم که اینجا میشه مهار آنزیم تیروزیناز. مثالش رو چیا داریم؟ مثل آلفا بوتین، مثل ویتامین سی. دقیقاً. گروه دوم زمانی اتفاق میفته که رنگدانه شما ساخته شده داخل سلول ملانوسیته و شما میخوای نذاری این رنگدانه از سلول ملانوسیت وارد سلول های پوستیت بشه که اصطلاحاً بهش میگیم مهار حرکت ملانوزوم. یه ترکیب خیلی معروف داریم اینجا به اسم نیاسینامید. نیاسینامید اون ترکیبیه که دقیقاً همین کارو انجام میده. گروه ترکیبات سوم رو بهشون میگیم ترکیبات سمی. ترکیباتی که میان یا به سلول‌های ملانوسیت آسیب میزنن یا به بخشی از سلول‌های ملانوسیت آسیب میزنن مثل دندریتا. توی این گروه ما ترکیبات یک کوچولو لب مرزی رو داریم. بعد خیلی حواسمون باشه تو استفادهش، تو مدت زمان استفاده یا حتی تو درصدی که داریم ازش استفاده میکنیم. مثلا هیدروکینون دقیقاً اینجا جا میگیره، به خاطر همینه که جزو ترکیبات خیلی جنجالیه و بعضی وقتا حتی میتونه نتیجه معکوس بده. خیلی مهمه که چه شکلی ازش استفاده کنیم. گروه چهارم ترکیبات کراتولیتیک ما هستن. همون لایه بردارهای خودمون. چیا رو داریم؟ لایه بردارهای مختلف آنزیمی، لایه بردارهای شیمیایی. آره، یعنی با توجه به اینکه لکتون از چه نوعه، ولی فکر میکنم لاکتیک اسید یه انتخاب خیلی خوب باشه. لاکتیک اسید گزینه خوبیه. سالیسیلیک، مندلیک، اینا گزینه‌های خوبی هستن. دقیقاً. پس ما هر لایه برداری استفاده کنیم، اگر مخصوصا لکمون اپیدرمال باشه میتونیم خوشبین باشیم به اینکه لکمون رو کمرنگ‌تر بکنه. تا چند ماه و تا چند سال اخیر ما این 4 تا گروه ترکیب درمانی رو داشتیم. اما خبر خوب این که در برند سیرکادیا ما پتنت و اکتیوی رو داریم به اسم سپیوایت که مکانیزم اثرش متفاوته. میاد کلاً آلفا MSH و مقدارش رو کاهش میده، یا بهتره بگم جلوی عمل کرده آلفا MSH رو میگیره. آلفا MSH هورمونیه که اون اصل کاری اوله، یعنی جرقه ایجاد ملانین رو باید هورمون آلفا MSH رقم بزنه. حالا من اگر بتونم جلوی فعالیت آلفا MSH رو بگیرم، پس به تبع رنگدانه سازی هم در پوستم کاهش پیدا میکنه. اینم پس میشه از 5مین گروه اکتیو های ما که اکتیو هایی هستن که بهشون میگیم آنتاگونیست آلفا MSH. دقیقاً. حالا سارا جون، باید بچه‌ها بدونن که توی درمان لک ما فقط نمیتونیم به اکتیوا بسنده بکنیم. یعنی توی درمان لک باید بدونیم که سنمون چه سنی هستش برای درمان لک، لک اصلا از کی به وجود اومده، چه نوع لکی هستش، تا بتونیم با یه برایند کلی که داریم از شرایطمون درمان لکمون رو آغاز بکنیم. و یه موردم من اضافه کنم تا نرفتیم سراغ مبحث بعدی، اونم رنگ پوسته. رنگ پوستم اتفاقا موضوع خیلی مهمیه تو درمان لک. چالش داریم همیشه باهاش، مخصوصا در پوستای تیره. یه چیز جالبم بگم، الان اینو اشاره کردین، رنگ پوستای تیره خودشون یه SPF، حالا قراره بحث جداگانه ضد آفتاب داشته باشیم، یه SPF حدود 15% دارن خود به خود. یعنی ملانین توی پوست این افراد بیشتره، در نتیجه لک هم توی این افراد بیشتر به وجود میاد و درمانش هم دیگه چی بگیم؟ الان برام یه سوال شد، اگر SPF طبیعی دارن، محافظت دارن، پس چرا لک توشون بیشتر به وجود میاد؟ خب به خاطر اینکه ملانین سازی توشون بیشتره دیگه. بدن آماده اینه که رنگدانه بیشتری بسازه. آره کاملا منطقیه. خب تا اپیزود بعدی که برگردیم 1 هفته فرصت دارید، هر سوالی دارید از طریق واتساپ، دایرکت یا کامنت یوتیوب برامون بذارید. هفته آینده در ابتدا با پاسخ به پرسش‌های شما اپیزود شروع می‌کنیم. می‌بینیمتون. خدافظ. خدافظ. خدافظی کن. خدافظ.